الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خواهران و برادران گرامی، من احمد بشیر لقمانی در سلسله تعبیر خوابهای شما انشاءالله در خدمت شما حاضر هستم و اگر شما در چینل یوتیوب تعبیر خواب لقمانی جدید هستین، نو هستین، کوشش کنین که سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و دوستانتان شریک کنین چینل را و خوابها را لایک کنین و کوشش کنین که اگر خواب دارین از طریق مسنجر تعبیر خواب لقمانی که فیسبوک پیج است از اون طریق روان کنین. یک خواب است برادر آواز روان کرده، آوازشان صحیح واضح هم نیست، میشنویم انشاءالله. یک نفر از خون میدونه کارش از ماست میرسیم از دکان دیگه باسته. خب کاربار استخاره کردن و میخواین کاربارم بهش از شریک شروع کنن، باز استخاره کردن خواب دیدن. خب برای مردم تقسیم میکنیم کالا رو. این دیگه چند وقتی شاکای ما فرق میکنه. نمیگم کالا این کالا از شاکای باست یا معلوم نیست از کالا چی هست. مثلا این کالا از تکه است، اینا رو تقسیم کنه برای مردم تقسیم میکنه. نمی اصلا پدر ما رو خدا خالص رحمت کنه. اونی در اصل سر ما اینا کمپان فرق. اینا کمپان نه واسه ما ورش میکنه. ما رو خود ما رو خدا میده. اینا نمو که بیداش. خواهی برادر اراده کاربار داره، با کسی شراکت و استخاره کرد، از الله خیر خواسته که اگر این کار به خیرش باشه، شرعی مسئله است که اگر شما میخواین یک کاری را بکنین استخاره کنین پیش از او. اگرچه در استخاره خواب دیدن شرط نیست، در استخاره خواب دیدن اکثرا صحیح هم نمی باشه، چون شیطان مداخله میکنه، وسواس بر انسان پیدا میشه و دو مثلا انسان فکر میکنه شب در خوابش می اکثر خوابای استخاره صحیح هم نمی باشه، ولی خوابشان چون و پدر مرحومشان در خواب دیدین، شما پدر مرحومتان در خواب دیدین که اونا در خواب است و مرده در خواب وقتی که دیده میشه، چون از دنیای حق هستند، از حقیقت هستند، از آخرت هستند، گپ از اونا هم صحیح است و حالت از اونا هم صحیح است و این خواب تعبیر میشه صحیح است، با استخاره هم رابط داره. شما در خواب دیدین که تقسیم میکنین چیزی را، تکه یا کالا چیزی است، رختوار شکل او را تقسیم میکنین و در اینجا پدرتان باز میبینین که او مرحوم وفات کرده، او را میبینین که او هم یخش میشه و به شما میگه که سر ما چیزی را پرت و کمپل یک چیزی که یخم میشه و شما سر جای کمپل نو مندازین. تعبیر از او واضح است، معنی که شما کارباری که میکنین این کاربار را با بیگانه میکنین، با یعنی با خانواده تان یا با افراد خانواده تان یا با خودتان یا بسیار با اشخاص معتمد خودتان نمیکنین، با یک شخص بیگانه میکنین، در حالی که در خانه شما ضرورت است. در خانه شما ضرورت است. شما در خواب کالا و رخت تقسیم میکنین به دیگران، در حالی که پدرتان اونجا او میگه که سر ما کمپل پرتو، معنی که امو پدر در اینجا به برادر بزرگم تعبیر میشه، به دیگه برادرم تعبیر میشه، به خانواده و کاکا و بچه کاکا که کاروبار شروع میکنین، کوشش کنین با اینا شروع کنین، دی خیرتان است. یک کسی بیگانه امکان داره که با اونا اول جور بین یا که دیگر پورا نشناسین، پسان مشکلات پیدا شود. دیگه بهتری است که کاروبار اگر شروع میکنین کوشش کنین که بیرون شروع نکنین، باز خودتان شروع کنین انشالله، دی خیر است. و در این خواب هم امی اشاره است و در خواب وقتی که یک شخص وفات شده چیزی را میخواه از کسی، شکایت داره، یخش میشه یا گشنه است یا چیزی میخواه، معنی که او چیزی حق و حقوقی داره یا شما غفلتی کردین در حیثی از او یا در حیثی خانواده از او، برادر بزرگ، که پدرتان این ازی خفه است و باید شما متوجه باشین به و کوشش کنین که امو کاروبارتان هم به شکل اتفاق باشه و با خانواده مشوره شوه و شما در یک حالتی که شما با یک کس بیگانه شناخت پوره هم نداشته باشین و کاروبار شروع نکنین. نمی که در دل شما ترس است و شما استخاره میکنین تا بالا جرأت هم نکردین، معنی که شما اعتمادتان پوره نیست. دیگه بهتر است که با خانواده و با برادرها مشوره کنین، چیز به خیرتان باشه همونطور بکنین. والله تعالی اعلم.